ساده است اصلا گیر بچه جان این منظره رو نگاه کنید شیرین رو هوای خود بید تنها نگذار دوایم سیگار میکشی سیگار رو پرتا میرزا گفتم که سیگار رو پرتا شیرین جان با تو محکول شد چه هنگی نوشتگی وقتی 401 سال این درس 401 سال این کدر بالان رفتیدم غیری عادی تاریخی در حقیقت کم تاریخی است سجده کنیدم بسیار خوب شیرین و فکری من کوچه واقعی عاشقانش همینجاست اینقدر منظره زیبا میدونی من میخوام تو در اینجا عکس بگیرم نه از چی میترسی شیرین؟ امروز باری اول است که خنده شما رو میبینم از شما شفا یافته است نه شیرین نه خنده من از آن است که این همه کوشش ها و تشویش های مادرم بیهوده است شیرین من آرامی میخواهم شیرین چه؟ با دلم چیزی نمیونده شیرین میدونی تو برای من شده خود را عذاب نده من این رو چی خیلی به تو فهمانم دلم از تمام دنیا مانده است میفهمی شیرین شاید خنده من هم از همین لحاظ است خداتون رو با دست گیرید شما شفا میابید با کار علمی مشغول میشوید علمی نمایان میشوید دیر شد شیرین دیر شد دل من تماما چیز دیگر رو میخواد شیرین میفهمی اصلا تو سزاوار عشق عالی ترین هستی شیرین برای تو به مثل شاه جهان قصرها بخشیدن لازم اما من این کار رو کردن نمیتوانم و من روزهای به شمار ماندم ولی مادرم این چیز را نمیفهمد دیر شد شیرین دیر شد من میخوام که مرا تنها بذاری خب معلش بیا بهترش من تو را صورت میگیرم این همه سخنها گپهای خالی هست خب در کجا من تو صورت گیرم بهترش اینجا شیرین تبسم بکن آخه شیرین خوب معلش رفت
bana bor gini. روزی رو چه جور بود Mirza Can, ben iyi taraf diyor. मुझको ऐसे रखोगे खुद से जुदा भूल करना तो मेरी फितरत है क्योंकि इंसान मैं नहीं हूँ खुदा क्योंकि इंसान मैं नहीं हूँ खुदा मुझको है अपनी हर खता मंजूर भूल हो जाती है इंसानों से अब छुपाने को अपना कुछ जख्म दिल ने जब कभी शाम के अंधेरों में राह पंछी जो भूल जाते हैं वो सुबह होते ही मेरा चलकर अपनी शाखों पे लौट आते हैं अपनी शाखों पे लौट आते हैं कुछ हमारे भी साथ ऐसा हुआ हम यही कह रहे इशारों मौजूद नजीबा नमस्ते बदले اینه نقش نگارهای ما مونده چه کشوری زیبا اما در این زیباگی من تنهایم تنها همه مادرم شیرین به مقصدشان رسیدم مفتون این کشوری افسانوی گشتم حتی مرا فراموش نمودم چیزی در اینجا قلبم را گرم نمی کند دنیا یک رنگ زندگی یک نما هیچ چیز را حس نمی کنم وای هوش و یادم رو ربوده است دلم در دیگر جاست چی کار کنم کجا روم از خود به کجا گریزم به کجا آسمان بلند و زمین سخت خداوند به من مدد نما آمین خدایا خداوند بزرگ پرقدرت توانا بنا آمد مرم پروردگار مهربان
و فرزند یگانه من مرزا جان شفا بخشی، از راه خطا گردانی، از شر شیطان نجات بدهی. پروردگارا غمها را از سر ما دور گردانی. خدایا خداوندا پاک و پروردگارا از مفلسی، از بیماری ما را نجات بدهی، کمالات فرزندم را بدهی. آمین. الله اکبر. عزیزانم، به شما چی معقل شد در این سفر؟ چی تاثیرات ها برداشته؟ نه سددش دخترکم، کنی بگوی از همه بیشتر به تو چی معقول شد؟ بزرگ داشتی زن تاج محل. آفرین. از زن و مادر بسیار چیزها وابستگی دارد. برای زن چی قهرمانی های نمی کنند. نگاه کن، تو مسئولیتی کلانی داری بچه جانم، همه‌اش در دستی خدا. این استاها در حقیقت نیاگان خودمون بودن. بله. تاجیکان بودن. نیاگان ما در همه ساحه های هنر، علم، ادبیات، طب، فلسفه و منطق مهارتی عالی داشتند. ولی چرا در خودمون چنین بیناها رو نساختن؟ دخترم، با تقاضای زمان تاریخ ما را از دولتمون جدا کرده بود. من باز امروز شرایط پیدا شد. اکنون نوبت شما جوانها، سازید، آموزید. چه گفتی مرزا جان؟ نوبت شما میگویم. اگر سلامتی باشد دادا. سلامتی باشد میسازیم. کارهای معماری پسرم و مرزا جان شوهرکی تو در بسیار نمایشگاه های دانشجویان خارجی بهای بلند گرفته بود. اگر مرزا جان صحت شود، خدا خواهد تصویرهای زیبا برای تو میسازد. مرزا جان، با تو چی شد؟ بچه کم. Help me! مدد! یاری گهت! یکم قصه است! چیکار شد؟ آقا جان، واه! مرزا مرزا جان! بچه جانم!
بیا مدد بس دکتر هست. بیارید عجلی زودتر نگاه کده بیاره تو دستت رو با من بچه جونم برای میگویم تو زیر نشم شد اینجا تمام ماش نازم میشم اینجا هم فایده نکرده چش افسوس جانم شیرین جانم من تو رو گلی نمیگویم تو به جای دخترم التجا میکنم زارم میکنم زندگی پسری من از تو وابسته است کاری کن که او را خرسند کن من هر چیزی که دلت خواهد اجرا میکنم آرزوی من یک تا نویره دار شدن و من یک تا نویره تمامی این دولت و ثروت از آن تو فرزندت میشود بچه کن مرا ببخش تمامی هستی من این تو میرزا هستید خوب در اینجا بودن من مثل افسانه است منم دیگر این خیلی روزگار رو در شب خوبم هم نمیبینم منم میخواهم شما رو خوشبخت بینم ولی آخر چی کار کنم خاله جان تو میتوانی تنها تو میتوانی
وابستگی کلان دارد. زندگی پسری من تنها از تو وابستگی دارد. دخترک جانم آنچه التجا میکنم، تولا میکنم، تو فرزند من، تو باید مرا فهمی. میفهم آروم شوید خواهش. این چی معماست؟ چقدر میخواهم که جواب این مهربانی ها را دهم، ولی چه علاج؟ من در هر سخن او سیمای مادرم را میبینم، گرمی مهر مادرم را احساس میکنم. من کوشش میکنم که به دل اهل این خاندان شادی آورم. شیرین رابع اینجا بیا. من دیوانه نیستم، اما از دیوانه هم بدتر من در حقیقت هم به نزدیکی میمیرم. شما اولیا هسته کی روزتون رو پیشکی میدونه. دردی من گذشته از شیرین، نشمندی رو کشنیده ایش، تو را بر آن نیت کلین کردم که مرا از نشمندی برگردونی. مادرم فهمیدن نمیخواد که این دردی دیگر است. مادرم خورسندی دل مرا میخواد، اما کار از کار گذاشته است. شما مرا ترساندن میخواهید؟ نه، به تو رحمت شیرین، رحمت که روزهای آخری مرا رنگین کردی. اما شیرین، از تقدیر تو در خجالت هستم. میدونی من شیرین، بیا مصلحت میکنیم، بگو در نزد همه بخشی طلاقت رو میدهم.